برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. درود و سلام به یکایک شما بینندگان عزیز. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. تماشابینان گرامی، معلوم شد که تاجیکستان به افغانستان همین شب روز برق می‌فروشد و درباره زیاد کردن انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان بین دو کشور گفت و شنید رفته ایستاده است. این هم در حالی که مردم کشور از لیمیت برق رنج میکشند و در این ایام سرما خانه ساکنان سرد و تاریک شده است. در حالی که لیمیت برق الکی جاری شده است، در سراسر کشور معرکه فهماندهی آید به صرفه برق جریان دارد. صدها نفر که خودشان از بی‌برقی اذیت میکشند، به مردم صرفه برق را می‌آموزانند، در حالی که برق به خارج می‌رود و فایده صرفه مردم به کیسه چند نفر داخل می‌شود. لطیفه مشهور خدمتگار کرم را همه می‌دانید. برای آنهایی که نمی‌دانند می‌خواهم یک خاطر رسان کنم. یک قصه گویی کنیم. پادشاه به شکار می رود و چون شکارش برار نمی گیرد و ذخیره های خوراکواریش تمام بشود، گرسنه می ماند. زمانی برگشت باغی را می بیند که کرم کشته شده و کرمهایش هم رسیده، الکی پخته رسیده اند. به خدمتگارش امر می کند یکی از آن کرمها را برایش بیاورند. پادشاه که سخت گرسنه بود، کرم را با اشتها می خورد و می گوید ما از خوردن آن پرهیز می کردیم، اما این کرم خیلی با لذت بوده است. شاعری درباره شاه که همراهش بود بلا فاصله شعر در وصف کرم ایجاد می کند، به این معنی که کرم چی لذیذ است و چی گوارا. هفته پس شاه از آن راه رد می شود و به همان باغ چشمش می افتد. هوس کرمش می آید و یک کرم خوریش می گیرد. امر می کند یک کرم دیگر برایش بیاورند. اما این دفعه چون سیر بود، کرم پسند نمی آید. با دشنام آن را به زمین می زند. شاعر هم در حال اتامیر خواجه همان زمان در نکوهش کرم شعر دیگر ایجاد قرائت می کند. شاه خندیده می گوید آخر هفته گذشته کرم را وصف می کردی، حالا چرا نکوهش می کنی؟ شاعر پاسخ می دهد من خدمتگار جناب عالی هستم، نه خدمتگار کرم. هر چیزی طبع دلی جناب عالی باشد همان را می گویم. حالا صدها چنین خدمتگار خانه به خانه مردم می گردند و کرم نه انخترش صرفه برق را وصف می کنند. در تلویزیون و رسانه های دولتی نیست، در حالی که نه مردم و نه خودی این تشویق کننده ها برق ندارند که صرف کنند. برق نبودگی را چگونه اکنام میکنی؟ طبق خبرهایی که به ما میرسانند، به گروه های فهماندهی نمایندگان حکومت های محلی، رئیسان محله ها، ناظران منطقوی، نماینده شرکت برق تاجیک و معلمان شامل هستند. معلمان، باز معلمی بیچاره، معلمی که باید اکنون انگشت یا هیزم خرد تا خانه‌اش از سردی یخ نکند و کودکانش زنده مانند، چون گرم کنک های الکتریکیش دیگر کار نمیدهند. معلمی که ماهانه اش نه تنها برای خرید انگشت، حتی پرداخت پول برق نمیرسد، حالا باید از جای پول پیدا کند و چند خلطه انگشت خرد.
اما برای پول پیدا کردن وقت ندارد، زیرا وقت خالگیش از درسها را باید به کارهای فهماندهی صرف کند و خانه به خانه مردم گردد، در به در چند سال اخیر بیشتری کارمندان مقامات اجراییه و وزارت‌های قدرتی از جمله رئیسان محله و ناظران منطقوی از افراد انتخاب میشوند که در مکتب کتاب دفتر را از هم فرق نمیکردند. من چندین نفرشون رو میشناسم. حتی وقتی به یک دیرکتور مکتب که عادی ترین چیز رو نمیدونید سوال دادم، شما رو به اینجا کی آورد؟ گفت قانون نفی شدگی دادر. اینجا دیرکتور مکتب عالم بودن شرط نیست. دیرکتور مکتب نمیدونید دادر، منیجر است. ببینید با گپشون رو هم میوبند. عامل و سبب های این موضوع علاهیده است. در این بار حالا علاهیده گپ میزنیم که در این بحث سیمون نمیگنجد. هرچند به مکتب ها هم این گونه افراد راه یافتند، اما اساساً به حیث رهبران آن، یعنی جایهایی که درآمد مفت گرفتن امکان دارد. هرچند طبق بعضی حساب ها 30% معلمان مکتب را نیز حالا آنهای تشکیل می دهند که اصلا دیپلم یا حداقل دیپلم معلمی ندارند، هنوز هم معلم قشر باسواد جامعه باقی می ماند. حالا همین قشر باسواد که نامش معلم است در تمام افیره های حکومت به حیث سلاح استفاده می شود. در تقلب های انتخاباتی، در مبارزه علیه مخالفین با مجبور به نوشتن و نوارگیری کردن آنها و غیره استفاده می شود. قشری که باید درک کند با استفاده شدن در بازی های افلاس حیثیت خودش و علم و معارف را پایان میبرد و اعتراض کند. اما هیهات، قشری که باید هم خودش فرهنگ اعتراض را بیشتر از همه بلد باشد و شاگردان غیور و معترض تربیت کند. قشری که باید بداند عاقبت دزدی آوازهای مردم در انتخابات به کجا میرساند و چی پیامدها دارد. قشری که تحقیق کند و بفهمد برق چگونه برق است که زمان انتخابات و دیگر معرکه های سیاسی در عید و ایام سراسر کشور را بسندگی می کند، اما همین که خری حکومت از لای گذشت غیب می زند. قشری که یعنی همین معلمانی که به همان رسانه های دولتی که مجبورن آبونه اش می کنند دقت کند و فرق از زمین تا آسمانی آمارها را پی برد. این معلمان امروز در مکتب به شاگرد چی درس می دهید؟ در وقتهای خالگی خود یک بار رسانه های دولتی آمارهایی که می نویسند با دقت بنگرید، با آمارهای دیگرش مقایسه کنید. شما قشر زیایی جامعه حساب می شوید. حالا بعید نیست که اکثر معلمان نه تنها رسانه های دولتی بلکه شبکه های اجتماعی و رسانه های آزاد را هم میخوانند و این خبری درخواست افغانستان از تاجیکستان را هم خوانده اند. شنیدید دوستان عزیز؟ طبق گزارش خبرگزاری اوستا، شرکت برق افغانستان برشنه گفته است افغانستان با تاجیکستان جهت از 80 مگاوات تا به 120 مگاوات یعنی 50% بالا بردن حجم صادرات نیروی برق مذاکرات کرده ایستاده است. سبب این درخواست افغانستان این بوده که در پی روز 6 ژانویه دچار صدمه شدن شبکه های برق ازبکستان به کمبودی نیروی برق روبرو شده است. البته معلمان تاجیکستان معلم است آخر. از خواندن این خبر میفهمند که وقت افغانستان از تاجیکستان درخواست میکند که انتقال برق از 80 مگاوات به 120 مگاوات رسانیده شود، پس تا امروز تاجیکستان به افغانستان 80 مگاوات برق میفروخته است.
فروش برق به افغانستان قطع نشده است هرچند گفتند. چی جایی مشکلی دارد فهمیدن همین؟ محترم معلمان، شما یک چیز رو میفهمید. از همین خبر فهمیدن همین چیز که تا به حال به افغانستان تاجیکستان برق میفروشد لیکن مردم برق ندارد. فهمیدن ممکن است افغانستان کشوری برادرمان است، کشوری برادری است، هم زبان هم دینمان است. وقتی یک رهبری دولت برآمده میگوید که هم کشوری هم دین و هم زبانمان بی برق مانده است، یک قسمی از برقمان را بدهیم تا آنها بی برق نمانند، این یک چیزی فهمیده میشدگی است. چرا میگویند آب کم شده است و رشدی برق میفروشند؟ برای آن که این گونه اگر مراجعت کنند به مردم میفهمد. لیکن آب کم شده است، در حالت تشخیص تکنیکی قرار دارد و هاکذاها، اینها همه به آن خاطرند که فروش برق مبلغش به بودجه دولت نه به کیسه می رود. انا برای همین مردم فریب میخورد. چرا معلمان همین چیز را درک نمی کنند؟ یا درک میکنند و چرا خاموشند؟ مگر معلم حق خاموش بودن از ناعدالتی را دارد؟ وقتی که معلم ناعدالتی را میبیند و خاموش می ایستد، او چگونه طالب علم تربیه میکند؟ ببینید، در حالی که خود کشور وارد بحران شدید انرژتیکی شده، برق تاجیک از 5 ینور در سراسر جمهوری لیمیت برق جاری کرده است. انتقال برق به اهالی به جز اهالی پایتخت از ساعت 23 شب تا 6 صبح قطع می شود. این هم در حالی که 2 هفته باز در تاجیکستان سرمای قهرتونی حکم فرماست و ساکنان برای گرم کردن خانه هایشان به نیروی برق نیاز بیشتر پیدا کردند. مسئولین برق تاجیک میگویند حتی گاهی قسم میخورند که به سبب کمبود برق در داخل کشور انتقال آن به کشورهای دیگر را قطع کرده است. مثلا در یک مراجعتنامه این شرکت گفته میشد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و شرکت برق تاجیک نیز جهت قانع گردانیدن طلبات اهالی و اقتصادات ملی به برق یک قطار چاره‌های تعجیلی اندیشیده شدند. اولا پیش از مهلت‌های در شرطنامه‌های بین دولتی ذکر شده، انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه قطع کرده شد. این حرف‌های رسما رسانه‌ای کرده حکومت جمهوری تاجیکستان است، شرکت برق تاجیک است. ولی اظهارات شرکت برشنه افغانستان درباره ادامه مذاکرات برای افزایش حجم صادرات نیروی برق تاجیکستان به افغانستان بیانگر آن است که صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان تا حال ادامه داشته است. معلمان محترم، اطمینان کامل دارم که در ادامه این خبر حتما می‌خواندید که طبق معلومات مسئولین بخش انرژتیکی تاجیکستان حالا تولید نیروی برق در کشور در یک شبانه روز 68.5 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد که این نظر به همین دوره یک سال پیش 2.5 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. و خلاصه می برآوردید که برقی را که حق حلال شما و فرزندانتان است و پیش از همه باید خانه شما و مکتب را روشن و گرم کند، کامپیوترهای مکتب کار کند، از طرف چند غارتگر دزدیده شده به خارج فروخته می شود. و همین غارتگران که با دزدیدن برق شما وادار به خریدن انگشتی در چند روز 20% گران شده کردند، باز مجبورتان میکنند که خانه به خانه مردم گردید و به مردم فهمانید که برق را چگونه اکنام کنند.
معلمان عزیز، ببینید تا چه اندازه شما را مال کردن. مال. حالا غلام گفتن یک آبرویی است. همچنین معلم از پیگیری خبر و مقاله ها حتی تنها در رسانه های دولتی پی میبرد که تمام کانهای انگشت از طرف آنهای خصوصی کرده شدند که برق کشور را هم خصوصی کردند، یا حداقل همه این مالکان برق و انگشت از یک عائله اند. پس اگر برق به خارج رفت، این عائله دو فایده میبیند. پول برق به خارج فرستاده اش را میتواند راست به حساب های آفشاریش به خارج فرستد. قیمت انگشت را 20-30% بالا برده مردم را بار دیگر غارت کند. معلمان عزیز، همین را صرفم رفتن کار مشکل است. کی در اینجا بیشتر از همه ضرر میبیند؟ همین شما معلمان. یکم بی آبرو میشوید نزد مردم، باز به مردم رو میبیارید مجلس پدر و مادران، هیزم بیارتان، تپک بیارتان. خودتون ضرر میبینید در خانه اتان. معلمان عزیز، مگر فرصت آن نرسیده که این معلم یعنی شمایان به صندلی خنکش نشیند و فکر کند که نه خدمتگار کرم است و نه خدمتگار شاه. معلم صاحب این کشور، تربیت کننده نسل آینده آن است و آنچه در این کشور وجود دارد پیش از همه مال معلم و فرزندان شاگردانش می باشد. اگر فرصت نرسیده بود، مگر یکی از سرسختترین حامیان این دزدها چنین فغان میکرد: بس کنید از برای خدا، شرمنده شدید. یک مراجعت به ژورنالیستان تلویزیون. برادر و خواهران گرامی، شما مردم را به صرفه برق تبلیغ کردنی شده، همه روزه تپک و هیزم علاوه را طرز معرفی دارید که در عصر نانو و تکنولوژی های نوین که حتی افغان و هندو و افریقایی ها برق خورشیدی دارند، تاجیکستان را تاریکستان و قبرستان کرده اید. هیچ گوش سخنشنو در این مملکت هست که گوش این بی‌تطرق ها را تاب دهد؟ اوی به خدایت، تپک را الترناتیوی برق نکنید. اوی مردم، اوی ژورنالیستان تلویزیون های دولتی، برای آنکه مردم تپک رو همچون الترناتیوی برق استفاده برن، شما میرید سفرهای کاری انجام میدهید. پروفسیونال ها، ژورنالیستان پیر از تلویزیون های تاجیکستان میرید میفهمونید که تپک الترناتیوی برق است در عصر 21. این چه شرمندگی است. فکر میکنم وقتی آن رسیده که ما در این باره بیشتر فکر کنیم و حتما صدای قلب ما به زبان بیاید. چقدر علم ها در قلب میمیرند، به زبان نمی آیند. این خوی انسانی آزاد نیست. این خوی غلامی است. سلامت باشید. اینجا پایان برنامه امروزه ماست. بینندگان عزیز، انشاءالله روز یکشنبه در برنامه جدیدی فردای تاجیکستان به طور آنلاینی در خدمتتان خواهیم بود. دوستان و نزدیکانتان را آگاه کنید. در برنامه فردای تاجیکستان هر یک نفر میتواند مستقیما با استودیو تماس گرفته اشتراک کند.
ملاحظه و پیشنهاد و نظر خود را ابراز نماید. تا دیدار در برنامه فردای تاجیکستان روز یکشنبه. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.